سلام، با یه اپیزود دیگه از وابجه در خدمتتون هستیم. امروز با یه فضای خیلی متفاوت‌تر و یک مهمون خیلی متفاوت‌تر، چون که ما نمیدونیم چطوری باید شرحشون بدیم و زمانی که تو اتاق فکر داشتیم با دوستان مهمونا رو میچیدیم، یه سری اسامی و لیست و اینا اومد که این اسمی اومد پشت سر هم و بچه‌ها توی اتاق فکر از ما میپرسیدن که ایشون الان دارن چیکار میکنن و من میگفتم که مثلا خانم ایکس فلان سمت هنری در گذشته داره، الان داره ناخنکاری میکنه. گفتن که نه. من هرچی فکر کردم باز هم اسامی رو بالا پایین میکردم، این ور اون ور میرفتم، باز هم متاسفانه منتهی میشد به سالن‌های آرایشی و زیبایی و همکاران گذشته ما دارن الان کارهای زیبایی انجام میدن و گفتیم که دیگه بالاخره یکیشون رو بیاریم دیگه، یکیشون بیاد جلوی دوربین و ما امروز مهمونمون خانم صدف اسدپور هستن. خیلی خوش اومدید. متشکرم. ممنون. و در حال حاضر سمتتون موژه‌کار هستید، چون برنامه‌مون خیلی هنریه ولی خب در گذشته تئاتر کار می‌کردید. بله بله. یه رفرنس از خودتون بی زحمت. خب شما که معرفی کردین، اسمم صدفه. دوربین شما ایشون. اسمم صدفه، فامیلیم اسدپوره. از حدود دوم راهنمایی بودم فکر کنم، خیلی اتفاقی از قدیم الایام. البته خب عاشق تئاتر و این چیزا بودم. بعد دیگه خب خیلی یهویی دلم خواست که برم موژه‌کاری بکنی. نه، تئاتر رو شروع کنم. بعد اینکه حدود 3 سال دقیقاً امسال 3 ساله که توی لاین موژه فعالم، دارم فعالیت میکنم. چی شد که بعد این همه تقلا و بالا و پایین و سختی کشیدن ها، و چون من گذشته تو رو میدونم، تو یه برهی یه مهاجرت داشتی و از شهرستان رفتی به تهران. آره. برای اینکه کار تئاتر و سینما رو حرفه‌ای‌تر دنبال بکنی. آره. ولی الان موژه‌کاری. زندگی دیگه. والا خب تا یه حدی که تئاتر کار کردم، اینجا معمولا میدونی که دیگه خودت هم کار کردی، میدونی که اونجوری که باید بهت رسیدگی نمی‌کنن یا اونجوری که باید دیده نمیشی. به هر حال خواستم برم توی شهر بزرگتر دیگه که مثلا یه حرکت بهتری بزنم. رفتم توی تهران و متوجه شدم و تحقیقاتی که انجام دادم دیدم که فلان کلاس بازیگری فلان اسم نمیخوای بیاری؟ نه نمیخوام بیارم. اسم آقای سیدی نمیخوای بیاری؟ بله همینطوره، نمیخواستم اسم آقای سیدی بیارم. مگه گفتم؟ نه. بعد اینکه خلاصه تحقیق کردم دیدم که کلاس خوبیه، ولی خب درست هزینه‌های بالایی داشت، ولی خب دوست داشتم این ریسک رو بپذیرم، برم ببینم چه خبره. چون که جدا از آقای سیدی خب اساتید دیگه‌ای هم داشتن. بله. آقای جوان اسمشون رو نمیاری. آقای جوان همینطوره. خانم حاجیان یه ورکشاپ 16 جلسه‌ای گذاشته بودن. بله. خب من خیلی دوست داشتم قبل از اینکه وارد شم بالاخره یه استارت اولیه‌ای داشته باشم. خب تدریس اونا با تدریسای اینجا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. سنکوب نکردی؟ چرا اتفاقا سکته کرده بودم روزای اول. آره اینکه مثلا اولین کلمه‌ای که شنیدی تروماتایز شدی چی بود؟ اینکه اینجا مثلا خب چیزی که معمولا خب عرف جامعه است دیگه. چی؟ اینکه خب معمولا توی فیلم‌ها تا حالا شما دیدید دست هم دیگه رو بگیرن. آره من فیلم خارجی کلی دیدم که کارهای دیگه هم میکنن. ایرانی آره ولی فیلم فارسی استاد ما اجازه نمیداد که با خیال راحت مثلا 2 تا خانم 2 تا آقا میگفت باید یه پسر 2 تا دست هم دیگه رو بگیریم. تو تمرینات؟ تو تمرینات. بله. آره کلا خب برای منی که خب قبلا هم تئاتر کار میکردم ولی وقتی رفته بودم اونجا این چیزا رو دیده بودم تابو بود. آره دیگه. یعنی چه معنی میده چه معنی میده؟ آره واقعا. بعد اینکه دیگه خب به قول شما تابو بود دیگه، این خیلی برای من جالب بود واقعا. و اینکه واقعا چیزهایی که برای کلاس بازیگری نیاز بود آموزش داده میشه. تا اون موقع داشتیم خاله بازی می‌کردیم اسم می‌کنم اینجا. یعنی اینکه دستمو بگیریم جزو نیازهای بازیگری. خلاصه اینکه و یادمه
یه روز خانم حاجیان برگشت گفت که شما معمولا آدم تندی هستین. شما رو یعنی میگه؟ آره. شخص شما رو؟ نه معمولا همه. آره چیزی که یهو جنب است توی ذهنم اومد و اینا. و برگشت گفت که خب معمولا مادرتون رو تو ذهنتون بیارین. معمولا از این خانمایی هستن که مثلا با یه دست کار بکنن، با یه پا مثلا کابینت رو ببندن فلان کنن و اینا. من چون از مادرم دور بودم ناخودآگاه یا همه این صحنه‌های مادرم اومد تو ذهنم. زدی زیر گریه و گریه می‌کردم. زجه می‌زدم. یاد مادرم افتاده بودم که حدود چندین ماه هم بود ندیده بودمش. خیلی اون بچه. چرا تنها زندگی می‌کردی؟ تهش عمم بودم. آها اسم عمه‌شون شد. من دعوت می‌کنم از عمه‌ها خیلی مقدسم به هر حال. عمه من ماه بود واقعا. عمه همه ماه. واقعا. منم یه عمه دارم ماه. خیلی‌ها مثلا میگن عمه اینجوری اونجوری ولی عمه من فوق‌العاده بود. واقعا مادر نه در مورد عمه خودشون نمیگن فکر کنم. در مورد عمه دیگران شاید همینطوره. بعد اینکه شاید یعنی تا حالا تو زندگیت باهاش روبرو نشدی که مثلا اینکه بخوام در مورد عمم بد بگم اینا میدونن رو عمه‌ام حساسن. میدونن. آره. به جاش مثلا با کی شوخی می‌کنه؟ خاله. صحبت از خاله ها شد و من متاسفم برای چه خواهرزاده‌ای که داری. آره خب معمولا نقش عمم پررنگ‌تر بوده تا خاله‌ام. دیگه خلاصه با عمم که زندگی می‌کردم به هر حال چیزی برام کم نذاشت، ولی خب چون از مادرم دور بودم و چون به خاطر رفت آمد نمیتونستم بیام مادرم رو ببینم. آره من زدم زیر گریه. بعد خانم حاجیان به حالت مادرانه اومد بغلم کرد. آره آی شریفینیا اون موقع کجا بودن؟ جدا شدن دیگه. خدا رو شکر. شانس آوردی. آره 20 سالی بود اون موقع میگفتن که جدا شدیم. نه آخه هنوزم مثلا جشنواره‌ها و اینا رو فرش قرمز با هم عکس میگیرن. آره دیدم اونا رو اتفاقا. ولی خب نه حضور نداشت. مووان کردن ولی کاملا. آره بعد اینکه خلاصه خیلی برای من جالب بود واقعا. روزای خوبی رو داشتم. کنارشون خیلی چیزا یاد گرفتم. خیلی واقعا. دفنوازی رو اونجا یاد گرفتی؟ نه. دفنوازی. من به عنوان اولین خروجیت از اون آموزشگاه اومدی تو شهرستان دفنوازی بودم. من آواز گروه بودم. تو گروه خانم حاجیان؟ نه توی این گروه دفنوازی و اینا من آوازخوان گروه بودم، دفنواز نبودم. آره از صدام داشتن استفاده می‌کردن. صدات خوبه پس. میخونن؟ میتونی بخونی؟ آره میخونم. من دعوت میکنم از ایشون که الان یه دقیقه برامون بخونن. بخونم؟ من الان حضور ذهن ندارم. چی بخونم؟ نمیدونم الان. چی بخونم از چی میخوندی مثلا؟ معمولا شعرهای عروسی. شعرهای عروسی. ترمه و اطلس بیارین. موین آره ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنه، سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنه. ترمه و اطلس بیارین تا بپوشونم تنه، سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنه. نه خوب داشتی میخوندی ادامه بده. در همین کافیه. من تیتراژ پایانی برنامه رو من میگم که بخونی. حتی با ترمو اطلس بیاریم باشه. نه یه چیز دیگه حالا یه چیز دیگه بیاریم مثلا. نمیدونم واقعا حضور ذهن ندارم برای خوندن. خب حالا برگردیم دوباره خیلی جدی صحبت کنیم. آره. حالا بیشوخی چی شد که یهویی برگشتی بدون اینکه مثلا ببین اینجوری بود که وقتی میرفتی کار میکردی و اینا توی تهران که بودی خب کم پیش میومد که تو رو به عنوان استعداد بخوام ببرن یه جا. معمولا خب کسایی که روی صحنه حضور داشتن یا باباشون کارگردان بود یا خاله‌شون تهیه کننده بود یا به هر حال باج میدادن 100% که آره کم پیش اومد کسی به خاطر استعدادش روی صحنه حضور داشته باشه و این به مرور تویی که عاشق صحنه هستی رو اصلا زده میکنه. اینکه همش بری با ذوق و شوق میری دوست داری حرکتی بزنی ولی تو دیده نمیشی، بهت اهمیت نمیدن و خیلی چیزا. دید شهرستانی هم دارن فکر کنم. قطعاً و اینکه از اونجا اومدی مثلا چند بار به تو گفتن کله ماهی خور که مثلا اومدی ببین نه ببین اینجوری نبود. کله ماهی خور نمیگفتن. نه دیگه در این حد احترامو میذاشتن. اینقدر بیشور نبودن. آره اینجوری بود که مثلا اگر میگفتی که از راه دور اومدی اینجا مسخرت میکردن. مثلا اینکه این همه رو حالا بشین تا نوبت. اصلا کلا تهرانی نیستی یعنی اینکه یعنی تهرانی نیستی. از اینجا چیکار میکنی؟ آره فاتحت خونده است دیگه اصلا.
دیگه همون و جدای از اون باعث میشد که خب من خیلی آدم حساسی بودم، میومدم خونه گریه زاری میکردم چرا بهم همچین حرفی زدن یا چرا مثلا امروز رفتم این رفتار رو باهم کردن. دیگه دیدم دارم آسیب میبینم، من اصلا مال این کار نیستم از اینکه برم یه جایی بخوان نسبت بهم بی‌اعتنایی باشه فلان و اینا. خلاص دیگه کم کم شروع تو شهرستان که بودی فکر کنم خیلی بهتر بود، حداقل احترام میذاشتن به. آره حداقل اون احترام رو داشتم. بعد اینکه دیگه واقعا پیشرفت نمی‌کردی. خب دیگه متاسفانه یه ذره هزینه هام سنگین شده بود تهران. من عمم متأهل بود. من که نمیتونستم تایم زیادی. بله متأهل، من نمیدونستم متأهل هستن. بله آره. میتونم با هم دیگه تشریف بیارم توی برنامه. بعد اینکه نمیتونستم واقعا از یه حدی به عنوان مهمون اونجا بودم، ولی خب از یه حدی به عنوان مهمون فکر کنم یه 2 سالی اونجا بودم. 2 سال اونجا بودم. بله پس شما متأهل بودن عمه‌شون و به خاطر همین نتونستم که زیاد اونجا بمونم. و عمه‌تون مخالف بودن یعنی؟ نه مخالفم. من خودم این احساس اینکه یه جوری رفتار می‌کرد که غیر مستقیم این احساس رو شما نه من خودم این حس رو داشتم. اونا اتفاقا خیلی با من اوکی بودن. من حس می‌کردم که دیگه سربارم، دیگه بهتره که برگردم. چرا سر کار نمی‌رفتی؟ چرا اتفاقا سر کارم میرفتم. من توی فروشگاه لباس کار می‌کردم برای اینکه بتونم حداقل مثلا نیازهای اولیه خودم رو برطرف کنم. با اینکه سنم کم بود پدر مادرم هم هزینه‌مو میدادن، ولی خب دوست داشتم برای اینکه مشغول بشم اونجا برم سر کار. دیگه خلاصه شروع به رفت آمد کردم. اینکه دیگه کم کم هی بیام شمال، هی اگر کاری باشه برگردم یا به خاطر کلاس‌ها برگردم و اینا. دیگه همون باعث شد که سختی راه و اینکه هم هزینه ها متاسفانه که دیگه قید اون کارو تا یه مدت طولانی تا الان قبول یه مدت کمی باشه ولی طولانی شد. به طور کلی این ماجرا کلا یه داستان آشناست برای همه کسایی که هنر کار میکنن، حالا بله. مخصوصا توی تئاتر و حالا دوره‌های سینما و اینا. یعنی کاملا ملموسه که این قضیه‌ای که تو میگی نمیشه همزمان هم کار کرد هم به تمرینات تئاتر رسید و واقعا اون تمرینات انقدر فرسایشی و خسته کننده است. بعضیا خب میگن که واسه مثلا رفت تمرین تئاتر اونجا یه مدت دختر پسر دور هم بودین گفتین خندیدین کیفش، در صورتی که ما مثلا 3 ساعت 4 ساعت میرفتیم سر تمرین و وقتی میومدیم از در سالن که خارج میشدیم و با بچه‌ها خداحافظی می‌کردیم جنازه بودیم واقعا. و یعنی وقتی میرفتیم خونه مغز کاملا خاموش بود. حالا یه عده هستن که باید توی همین بلبشو همزمان باهاش کار بکنن چون که از تئاتر پولی در نمیاد. بله. همزمان باهاش کار کنن، درآمدزایی چه میدونم به قول تو کار بکنن، شهریه کلاساشون رو بدن، مایحتاج زندگیشون رو فراهم بکنن و خیلی ها این شانس رو ندارن که به اونجایی برسن که بتونن این داستانشون رو تعریف بکنن و این خیلی دردناکه. یعنی مثلا از هر بخوای میانگین بگیری چه میدونم شاید از هر 100 نفر 1 نفر، خیلی بازم بیشتر، شاید از هر 1000 نفر 1 نفر از بچه‌هایی که توی این شرایطن این شانس رو به دست میارن که کارشون بگیره، موفق بشن و یه روزی مثلا این داستانشون رو تعریف بکنن که آقا ما این سختی رو کشیدیم، ما اونجا بودیم، این کارو کردیم. و عملا آقا تئاتر پول نداره. تو تا از تئاتر پول درآوردی؟ نه. هیچی؟ دیگه ما یه کارت هدیه 20000 تومانی گرفتیم یه بار. ببین من اون موقع که میگم تو دوره مدرسه یه تئاتر کار می‌کردیم به ما پول میدادن. خدا رو شکر. ولی خب تا زمانی که اینجا بودیم که اصلا ما با آقای فلانی همکاری داشتیم. نمیدونم راجع به کی زیاد صحبت می‌کنیم ولی هیچی؟ آره واقعا هیچی؟ یعنی اغراق میکنی؟ نه آقا جدی ما یه اجرا رفتیم اینجا سال 94 3. کدوم اجرا بود؟ میرزا. خب من نبودم که. نه کلا دارم. ما بعدش رفتیم و یه رئیس ارشاد بهمون کارت هدیه 20000 تومانی داد. خیلی زیاد بود اون. ما 4-5 روز باهاش میرفتیم کافه. دنگمون میشد. بعد اونم این اواخر رو که ولش کن، در مورد اواخر صحبت نمی‌کنم. بس تو این چیزی هم نداشتی. توی فقط مازندران که اجرا داشتیم، همون بابت اون یک باری که اجرا داشتیم به من یه مبلغی رو دادن. چقدر؟ 800,000 تومان برای اون روز. سال کرونا هنوز نیومده. 98. آره. همون تایم بود. یعنی همون سال کرونا بود دیگه. آره دیگه که بعدش کرونا اومد، هم تمام 98 800,000 تومان پول خوبی بود. آره. چیکارش کردی؟
خرجش کردم. راحت ترین حالت ممکن خرجش کردم. چقدر جالب. ولی خواستم بدونم چی خریدی باهاش. یادمه بعد از اینکه اون پول رو نگه داشته بودم چون خیلی برام جالب بود که از تئاتر پول درآورده بودم. لباس نرفتی بخری؟ نه لباس نخریدم. سیناسایی اولین حقوق مثلا نه لباس نخریدم ولی باید می اومدم کرایه ماشین دادم. راه خوردم. 40 تومن تا رشت. آره. بعد از اونم که دیگه رفتم یه تایمی پیش دختر خالم موندم دیگه همون خرج شد. آره. دختر خالتون متأهل بودن؟ بله. یعنی مستقل زندگی می‌کرد؟ آره مستقل زندگی می‌کردم رفتم رشت. کلا همه جا چتر بودی شما. ای بابا چرا اینقدر تو صورتم زدی؟ یعنی واقعا همینجوری بوده. همین داره. نباید انقدر رک تو صورتم می‌زدی. من داشتم کاملا سربسته. اینا تو تدوین درست میشه. اینا رو شوخی می‌کنم بابا. بس میمونه. نه فکر نکن ناراحت شدم. بس اینم از این. بس اولین حقوقی هم که درآوردی و اینا اینطوری رفت. یه سوال دیگه می‌خواستم بپرسم ولی خودت به صورت اختصاصی در مورد پشت پرده کثیف تئاتر سینما هم صحبت کردی. جسارت می‌کنم. نه خواهش می‌خوام بدونم که آیا واسه تو هم پیش اومد این شرایط؟ پیشنهادشو داشته باشم آره. چی؟ ببخشید متوجه نشدم. سوالتو منم نه اون پشت پرده کثیف تئاتر سینما که صحبتشو کردی. خب اگه مثلا اون پیشنهادهای کسی اون داشت. بله. خب شما گفتید بله پیشنهادش بیاد. آره دیگه میگم که پیشنهادشو بهم داشتم. آره که گفتی یعنی چی؟ نه دیگه پیشنهادش گفتی بیاد میرم آره چی؟ نه ببین تو سوالتو پرسیدی خب من گفتی پیشنهادشو داشتی. گفتم آره داشتم. قبول نکردی. نه. چون ما خیلی کوچیک‌تر بود. سمتش چی بود اون فردی که کارگردان بود. کارگردان. آره کارگردان بود. و باید بازتر توضیح بدم. نه همینقدر کافیه. آره. و کارگردان و تهیه کننده بود. آره. اذیتت نکرد؟ نه اذیت نکرد به من پیشنهاد داد. نه یعنی بعد اینکه خب تو تن به خواستش ندادی یعنی سنگ اندازی نکرد؟ نه برگشت گفت که اینجوری به جایی نمیرسی. اگه قرار باشه چون که گفت معمولا اگر من پیشنهاد ندم بازم یکی دیگه هست که این پیشنهادو به تو بده. کارگر فقط تو اعضای خانواده‌اش هم بازیگر و اینا بودن مثلا؟ ببین مادر و خواهرش مثلا بازیگر بودن؟ نه ببین به جایی رسیده بودن؟ نه کلا چون اسم که نگفتیم ما نمیدونیم کیه. گفتیم شاید مثلا حتما شاید رسیدن دیگه. در مورد زندگی خصوصی زیاد اطلاع ندارم. حتما. پس بازیگرای مطرحی نبودن. نه به جایی نرسیده بودن پس. بعد اینکه به من پیشنهاد داد من گفتم آره تو اینجوری به جایی نمیرسی. من اگه پیشنهادو ندم مثلا قبول نکنی به هر حال هستن کسی که پیشنهاد دادن. و خیلیایی که الان رو صحنه تئاتر می‌بینی خیلیایی که رو سینما می‌بینی همینجوری اومدن بالا. و داشت بهم میگفت که مثلا عملا اجرای دیگه ای نداره. خلاصه با تم به این کار بدی. الان نه دو فردای دیگه. خطاب به این دوربین میتونی با این دوست عزیزمون اگه پیغامی داری الان دوست داری چیزی بهش بگی؟ آره دیگه به جایی نرسیدم دیگه. مسیر رو کلا عوض کردم. زدم تو لاین زیبایی. موژه‌کار موفق شدی؟ آره موژه‌کار موفقی. الان شاگرد داری؟ آره خیلی موفقم تو شغلم. میتونی خدا رو شکر کنی که به جایی نرسیدی. واقعا هم راضیم و واقعا خدا رو شکر که به جایی نرسیدم از طریق پیشنهاد شما. تازه یه پیشنهاد فیلمم داری؟ آره تازه یه پیشنهاد فیلمم داره. من همه خبر دارم. همه رو میدونی. ولی خب هنوز به جایی نرسیده. باید مذاکره مستقیم بکنم. آقای کارگردان شاید راضی نباشه من دارم موردش صحبت میکنم. دلیل اینکه آموزشگاه اون آقای که گفتیم اسمشو نیاری و انتخاب کردیم تو تهران چی بود که رفتیم اونجا؟ خیلی دلیل فنی داشت یا دلیل دلی داشت؟ دلیل دلی. آره. منم همینطوری حس کردم. چون که خیلی اتفاقی پیج اینستاگرامشو دیدم. اتفاقی؟ آره. یعنی مثلا از روی فیلمایی که دیده بودی نرفتی پیج اینستاگرامو پیدا کنی؟ چرا؟ ببین خب نمیدونستم آخه میگه اتفاقی پیج اینستاگرامش دیدم. نمیدونستم کلاس بازیگری پیج هومن سیدی و اتفاقی نمیاد بالا. پیج آموزشگاه. سیدی. نمیدونستم آموزشگاه. بله. بعد اینکه خیلی اتفاقی پیجشو پیدا کردم و اینکه خب منم می‌خواستم برم تهران. استارتش به این گفتم به کلاسش هم پیدا کردم دیگه پس
میتونم برم هم کلاسمو شروع بکنم یا آموزشگاه خوب. قبل از اون میخواستم آموزشگاه امین طارق رو انتخاب کنم. خدا بیامرزه. خدا بیامرزتش واقعا. دیگه بعد از اونم دیگه این آموزشگاه رو پیدا کردم. علاقه ای که به آقای سیدی داشتی مثلا از 100 بخوای نمره بدی؟ علاقه ای که به خانم حاجیان داشتم. آقای سیدی علاقه ای نداشتی؟ چرا؟ نه الله خانم حاجیان مهم نیست، آقای سیدی مهمه. دقیقاً توی تایمی بود که داشتن سریال قورباغه رو میساختن. خانم هنوز ببین داشتن میساختن، میدونم پیش تولید بودن مثلا. آره چون آموزشگاه ما بالا بود، آموزشگاه اتاق آقای سیدی دقیقاً پایین آموزشگاه ما بود، یه اتاق فوق العاده تاریک فلان و اینا. من یه از این برگه های رنگی هست و نوت برمی چرا؟ نمیدونم واقعا هیچ وقتم تاریک خیلی تاریک داخلش دیده نمیشد اصلا به سختی. خب اونم چون نور خورشید افتاده و من متوجه شدم لابلای پرده که دیوارای اتاقش کاملا سیاهه. و توی آموزشگاه آقای سیدی کسی به جایی رسید؟ من که یادم نمیاد، فقط از هنرجوی خودش یکی توی مقطع کوچک زنگ زده، خواهر نوید محمدزاده اسمش چی بود؟ خواهر نوید محمدزاده توی فیلم مقطع کوچک زنگ زده. من الان حضور ذهن ندارم. آره یکی اون خانم بود که هنرجوی آقای سیدی بودن و با آزاده صمدی مشکل داری؟ فرجزاده بود؟ نه سوال من الان نپیچون. چی؟ با آزاده صمدی مشکل داری؟ نه. دوستش داری؟ چرا باید باشه مشکل؟ کلا میگم. روسری مشکل. نه مثلا اداشو در میاری. چرا؟ نه بابا. چرا باید اداشو در بیارم؟ چرا درم من نمیاد. الان میتونی اداشو در بیاری؟ چون من شنیدم اداشو خوب در میاری. فیلم 50 کیلو آلبالو. آفرین آره. قاطس میزنم کل این منطقه میشه حمام خون. فیلم 50 کیلو آلبالو بود، دیوونه بود. ندیدم. نقشش فوق العاده است اونجا. نقش یه وکیل دیوونه رو داره. یه بار دیگه میری. دیالوگش الان یادم نیست. نه همینی که الان اجرا کردی رو دوباره. میگفت که این الان خانم آزاده صمدی بود؟ آره دیگه. من فکر کردم خودتی خیلی. میگفت آقا نهادینه شده درون. فلسفه کنین قاط میزنم. فلسفه کنید. خود خانم صمدی میگفت. آره توی دیالوگ همچین سفسفه کنید، مغلطه کنید، قاط میزنم کل این منطقه میشه حمام خون. قشنگ اینجوری چیز بود. شق و رق و ترتمیز خیلی دوستش داشتم. ولی خب اصلا بهش فکر نکردم. یهو گفتی ذهنم رفت اون سن. توی همون فیلمم تو گزارشاتی که به من دادن گفتن که ادای آزاده صمدی خیلی خوب در میاره. نمیدونم کجا چند جا در آوردی که تو مدرسه شاید نمیدونم تو مدرسه شاید تو چرا باید اطلاعات دوران مدرسه منو داشته باشی؟ به هر حال ما برنامه‌سازیم مجبوریم این کارا رو بکنیم دست خودمون. بعد خیلی انسان فداکاری هستی. اگه بستگی داره دیگه. مهربونم میشه. آخه چوب سادگی تو خوردی همیشه تو زندگی؟ آره دیگه همیشه. حالا بستگی داره. چرا آدما همه چوب سادگیشون رو میخورن؟ پس اون کسی که این چوب رو میزنه کیه؟ هر کیو میبینم چوب سادگیشو خورده. ولی من واقعا تجربه ثابت کردم من آدم مهربونی. میگم بیشتر خودم تعریف کنم ولی واقعا هم همینجوریه. غیر این حالا ثابت نشده. پیجای ما رو فالو کردی؟ دارم دیگه شما رو. کی بلاک میکنی ما رو؟ چرا ما بلاک کنم؟ نه کاریو که همیشه معمولا انجام میدی. هر 2 سال یه بار داری این کار انجام میدی. بابا خیلی وقت دارمتون که. آره. این سری دیگه بلاکمون نمیکنی. دوست داری خیلی دوست دارم بدونم چی شد که مثلا 2-3 بار این کارو کردی. ببین میدونی چیه خب قبل از اینکه پیجم کاری باشه پیجم شخصی بود دیگه. بعد از پیج انداختم. ما که غریبه. بعد از اینکه دیگه پیجم کاری شد دیگه شما رو دارم. آره دیگه خیالم راحته. از این. آره. پیج ما رو پس فالو کرد دوستان. بابا ادمین داره ما رو. امیدوارم داشته باشه. دیگه که در مورد فداکاریات بود و کدوم فداکاری؟ یه دونه رفته بودی تو در مثل اینکه. آخ آره یادته؟ آخ آره به خودت داری میگی؟ آره. خب هلم دادن تو شیشه. در کجا بود مگه؟ مدرسه دیگه. بعد من چرا با یادم می بود؟ مگه من تو مدرسه‌تون بودم؟ دیگه بابا دستم داغون بود. مگه من موقع کلاس نمی اومدم؟ یه جوری گفت آخ یادته انگار که من با مقنعه همونجا کنارشون وایساده بودم. بابا همون موقع مگه من تئاتر نمی اومدم؟ مگه آموزشگاه با هم نمیرسیدم؟ دستم بامپیچی بود دیگه. با دماغ رفته بودی تو شیشه دستت باند پیچی بود. سرم شیشه رو خورد کرده بود ولی بعد دستتو باند کرده. آره رو دستم افتاده بود هنوز جاش هست.
ببینم اینا این همونه. آره هنوز هست. شارگ هم زده جریان. آره زنده موندم به سختی. خیلی خوب. بخاطر دوستت داشت میرفت تو در؟ ببین زنگ تفریح بود، مدرسه به شدت شلوغ. بعد همون زنگ دبیرستانی بودی؟ راهنمایی بودم. دوم راهنمایی بودم دقیقاً. زنگ تفریح اول بود که من رفتم فرض کن یه شیشه همینجوری در همینجوری بود کلا شیشه. چی شد که اون درو دوستت ندید؟ دم در کسی داشت با موتور تچرخ میزد. من در فرض کن مثلا همینجوری صاف وایساده بودم که برم داخل راهروی دستشویی. از پشت چند نفر خوردن به منو فرستادن سمت شیشه. خودشون در امان موندن. که متاسفانه من سرم شیشه رو خورد کرد ولی دستم اینجوری شد. حالا خدا رو شکر زنده موندم. به طور کلی کریر هنریت دیگه تموم شد فکر کنم. آره. دیگه الان دیگه باید در مورد موزه کاری صحبت کنیم. چی شد که یهو این تصمیم گرفتی وارد موزه کاری؟ باید پول در می آوردم. آره. خب باید در ادامه حیات پول در می آوردم و خب منم آدم هنری بودم نمیتونستم برم یه جا مثلا 6 صبح برم 2 ظهر بیام خونه. خیلی برام کسل کننده. حالا مثلا نمیخواستی به کار هنری لطمه بزنی؟ دیگه دوست داشتم. الان اصلا لطمه نزدی. درسته گذاشتم کنار. ولی خب اینم یه نوع هنره دیگه. بله به حال. دیگه بعد اینکه شروع به کار کردم و خیلی اول قرار بود کوتاهی مو یاد بگیرم. خب بعد گفتم که حالا دروغ شده به اون قسمت مالیش هم نگاه کردم. دیدی جالب نبود اون و گفتم الان قرار باشه موی یکی رو کوتاه کنم. سالی ماهی یه بار میخواد بیاد مو کوتاه کنه. بعد معمولا همکاراتون تو اون سالن چند تاشون بازیگر تئاتر؟ الان آره هیچ کدوم. اونا نیستن. نه. قبلا هنرهای دیگه ای کار میکردن. حالا الان توی سالن جدیدی که کار میکنم تازه رفتم. زیاد از زندگی سالن قبلی چند تا هنری داشتیم قبل از چیز؟ نداشتیم دیگه. سالن قبلی هم پس کسی هنرکار هنری دارم به این فکر می‌کنم که چشات درشته. خب مثلا میتونم یه مدل خیلی من اتفاقا پیامم داده بودم. آره ببین دنبال مدل میگشتی. ببین 2 حالت داره. گفتی فقط وسایل یکی اینکه مژه‌ات بلنده خب میتونم لیفتش کنم فرش کنم. بله. حالت دومی که میتونم مژه‌های ژورنالی برات بزنم. بعد میبینی که موهاتم لایت داره هیچ کی نمیفهمه تو پسری. به خدا خیلی خوب میشه. با سیبیلام بعد چیکار؟ سیبیلاتو کار ندارم چشاتو میگیرم با موهاتو. سیبیلام یعنی میمونه بعد کسی نمیفهمه من پسرم. میگم سیبیلاتو فیلم نمیگیرم با یه لنز میگیرم مثلا یه حالتی از چش بیفته با موهات. کی میخواد؟ خدا رو شکر بالاخره منم اولین درآمد مالیم رو دارم واسه وابژه. خوب پولی میدم چقدر میدی؟ اینجا رو تو تدوین در بیارید ما حالا مذاکره حالا اینا رو بس بعدا صحبت می‌کنیم. بعد توی این سالن‌ها که میرید واسه یه استخدام یا حالا مصاحبه یا کار کردن رزومه‌های تئاترتون هم میبرید؟ خیر ربطی نه. مطمئنی؟ چرا باید ربطی داشته باشه؟ مثلا بروشوراتون رو نگاه نمی‌کنم ببینم چند تا تئاتر قبلش کار کردین که شما رو اونجا نه اونقدر مهم نیست متاسفانه. مثلا چرا همکارای قدیمی ما حس می‌کنم میگم که آدم با پول در بیاره دیگه. تا یه حدی میتونی دنبال علایقت بری از یه حدی به بعد باید برای ادامه به برابری زن و مرد معتقدی؟ بله. یعنی فمینیستی؟ نمیدونم چرا نمیری سر ساختمون مثلا دنبال یه کار آبرومند لوله کش شو مثلا. خب من آدم تنبلیم این کارم راحت تره. یعنی ربطی به این نداری چون که زنی؟ نه بابا پاش برسه کارهای فنی هم میکنی. آره مثلا چه کار فنی کردی تا تو زندگی؟ غیر از موزه کاری تا حالا ازم نخواستن انجام ندادم. البته اینکه بلد نیستم. مثلا خونه عمت که بودی اگه مثلا جریان برقی بلد نیستم خب. ولی خب اگه نیاز بود یاد میگرفتم. آخه ببین خب رفتم دنبال چیزی که به رویاتم بخوره. پولش خوبه موزه کاری؟ 100%. جدی؟ بله. منم میتونم شروع کنم. آره. چرا یعنی موزه کار مرد داریم؟ آره. تو سالن زنانه؟ توی تهران دیدم که انجام میدن. ولی خب آقایون خانوما میان لیفت میکنن. نه. دیدم که خدمات آقایون انجام میدن. نه آقایون خوشم نمیاد. ای بابا. ببین آقایون خیلی موزای خوبی دارن. انقدر خوب میتونی مانور بدی. نه حوصله مردا رو ندارم. ممنونم. خب نه دیگه شوخی بس حالا. جدی صحبت کنیم دیگه حالا فارغ از این داستان‌ها. اگه الان برگردی به عقب بشی صدف اسدپور 16-17 ساله
نمیدونم تو چند سالگی مسیر تو شروع کردی؟ 14 سال. 14 ساله. باز هم همین مسیر رو شروع می‌کنی با ذهنیتی مسیر رو که از الان داری؟ اینجا شروع نمی‌کنم. یعنی از اونجایی که تئاتر رو شروع کردم نه، شاید استارتش رو از همون اول از تهران می‌زدم. و میرفتی دوباره اونجا به خاطر شهرستانی کلاً بودن چیز میشد دوباره برمیگشتی؟ نه کلا اصلا از اونجا شروع می‌کردم. شاید وقتی یه مرحله رفتی میدونی شکست خوردی، طاقت نیاوردی برگشتی، چه شاید اگه فرقی زودتر قرار میرفتم این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی اگه زودتر میرفتی صبرت بالاتر بود؟ آره قطعاً. بعد تو مثل اینکه دوره‌هات رو تموم کردی، یعنی مدرک گرفتی. آره. چطوریه که مثلا خب رفتی فقط مدرک بگیری برگردی؟ خب هدفم این بود که کار بکنم و از آموزشگاهی که ثبت نام کرده بودم خب انتظاراتی هم داشتم، ولی متاسفانه اون انتظارات برآورده نشد. معمولا اون لینک و پل زدن هایی که توی پایان دوره ها واسه بچه‌ها انجام میدن انجام نمیداد. برای همه یا فقط برای تو؟ کلا قانونش اینجوری بود. من یک روز رفتم پیش استادم، برگشتم گفتم که شما معرفی میکنید به جایی که مثلا بچه‌هایی که ببینید یه ذره استعداد دارن یا مثلا دارن خوب کار میکنن و اینا، خیلی اصلا نذاشتن حرفم تموم شه. نه ما معرفی نمیکنیم. و چیزی که برای من جالب بود این بود اون آقایی که قبلش یه پیشنهاد بی‌شرمانه داده بود با اون آقایی که این حرفو بهتون زد ارتباطی داشت؟ آقای نه، اینو استادم این حرفو به من زد. خانم حاجیان. آره. آره خانم حاجیان این حرفو به من زد. گفت که نه ما معرفی نمی‌کنیم. ببین اگر کلاسو که تموم کردیم خیلی یهویی مثلا پناهور خدایی یه نقشی بهت میدادن و اگه توش موفق میشدی بلافاصله میگفتن تو هنرجوی فلان آموزشگاه بودی، ولی خودشون تو رو به جای معرفی نمی‌کردن. ولی اگر میدیدن یه چیزی داره ازت سبز میشه سری میگفتن آره تو آموزشگاه ما بوده. اینجوری بودن دقیقاً. معقوله دیگه، نیست خود آموزشگاه داشته باشی همین کارو می‌کنی. خب چرا پس اصلا هیچ حرکتی نمیزنن؟ یعنی حتی برای تئاترای کوچیک و کارگاهی و اینا هم معرفی نمی‌شدی؟ نه اصلا هیچ جا ما رو معرفی نمی‌کردن و اصلا کلا وقتی که اونجا میخوای ثبت نامم بکنی اولین چیزی هم که به تو میگن همینه، اینکه شما اینجا فقط آموزش می‌بینید. بس نهایت صداقت هم در بدو شروع دارن. آره تاکید میکنم ما هیچ جا رویا بس بهتون نمیفروشن. قبلش فکر کنم آموزشگاهی که بودی خیلی بهت رویا میفروختن. حس میکنم اینجوری باز بهتر بود. آموزشگاه جدید، آموزشگاهی که تهران رفته بودم میگم حداقل رویا نمیفروختن بهمون. ولی خب میگم که حداقل آدم انتظارات اینو داره که حداقل یه تئاتر کوچیک داره. آخرین کاری که روی صحنه رفتی همون تئاتری بود که توی مازندران اجرا کردیم که بعد از اون کرونا یه شکاف بین من ایجاد کرد، بین خودم و کارم، که هر دفعه یه سری اتفاقات میافتاد که من اصلا نمیتونستم اون سمت، مشکلات مالی، مشکلات خانواده و خیلی چیزای دیگه. همین باعث شد که اصلا یه تایمی کلا فاصله بگیرم و میخواستم که این فاصله کم باشه ولی متاسفانه نشد دیگه. خب به هر حال باید یه حرکتی میذارم، حالا یه یه شغلی می‌داشتم به عنوان یه. تو یعنی تهران رفتی اصلا اجرا نداشتی؟ نه اجرا نداشتم. ولی زمانی که تو شهرستانت بودی تو تهران اجرا رفتی. چقدر جالب. آره. متن آقای بیضایی هم اجرا رفتی. آره تاراجنامه. چه حسی داری؟ شما نبودی مگه؟ نه. نبودی توی تاراجنامه؟ یادم بودی یا بودی و بعد رفتی؟ نبودیم. چه حسی داری که متن آقای بیضایی رو بازی کردی؟ باعث افتخار بود واقعا. آره. اون زمان هم واسط باعث افتخار بود؟ اون زمان شاید اونقدر نه که الان اون موقع آقای بیضایی نمیشناختم. اون موقع اصلا نمیشناختم واقعا. بعد اینکه هی جلوتر رفتم هی به هر حال یا مثلا متنای خیلی خفن یا تئاترای خیلی خفن که متنش آقای بیضایی، مثلا متن آقای بیضایی رو داشتن و اینا، خب الان که فکر میکنم واقعا باعث افتخار بود که اون حرکت. آخرین نمایشنامه‌ای که خوندی کی بود؟ یادم نمیاد. واسه مطالعه؟ نه اینکه حتما نقش بگیری. واسه مطالعه نمایشنامه نمیخونی؟ خیلی طولانیه این چیزی که تو فکرم، اصلا یادم هم نمیاد واقعا. میگم که یه شکاف عمیقی. اصلا میخوندی؟ آره خوندنو که میخوندم. نه اونایی که واسه نقش بهت میدادن که اینو به بازی کنی رو نمیگم، واسه مطالعه آزاد. نه زیاد دروغ چرا بگم. حالا شد. صداقت. آره. کتاب کلا رابطت با کتاب چطوره؟ کتاب درسی. الان مگه داری درس میخونی؟ نه دیگه تو همون موقع. یعنی از بعد دیپلم کلا دیگه نخوندم. کتاب دستت لمس نکرد. خیلی خوبه. آره. صداقتت خوبه. آره بابا میگم. و یه چی دیگه کتاب هم نمیخونی. آره. و
پیش زمینه ذهنیت چیه از ادامه مسیری که داری؟ آیا به هنر برمیگردی؟ شاید این فیلم جدیدی که قراره کار بکنم و انجامش بدم شاید امکان حالا هنوز اون به پیش تولید نرسیده. حالا تا قبل از اون که فکر نکنم درگیر کار و همین چیزا، ولی بعد از اون شاید امکان داره استارتش از اون دوباره بخوره که دوباره مثلا اون حس و حال رو بگیرم دوباره بخونم. دلی پس دوست داری که قطعاً اگه همین الان واسط مثلا 40 میلیون کارت به کارت کنن بگن از اون سالن بیا بیرون بریم سر تامین تئاتر کلا یعنی شغلمو بزنم کنار؟ آره دیگه 40 میلیون دارن بهت میدن دیگه. 40 میلیون در برابر درآمد خودم چیزی نیست که چرا باید همچین کاری بکنم؟ چقدر در میاری؟ ماهانه چقدر در میاری جدی؟ بستگی داره. به چی؟ اینکه خب مثلا توی بهار تابستون خیلی بیشتر خدمات مثلا انجام خدمات چون که موجهاشون میریزه همه دیگه به هر حال، چون تابستون قبول کن مسافرت ها بیشتره، بیرون رفتن ها بیشتره، گرم هم هست آفتاب میخوره. آره دیگه. ولی خب توی پاییز زمستون چقدر کم میذارید که مثلا دوباره موجهشون بریزه بیان پیش؟ نه از این کارا نمی‌کنی؟ نه واقعا تا حالا از این کارا نکردم. اینکه بخوام سنبل بکنم یا اینکه مثلا دیرم شده باشه سریع انجام بدم، هیچ وقت واقعا این کارو نکردم. همیشه با آرامش کارم انجام دادم و هیچ وقتم هدفم این نبوده حالا اینکه کم بذارم بیا بابا. پس کارت ول نمی‌کنی که بیایید وارد ببین خب کارم چیزیه که من باید باش زندگی بکنم. حتی اگه 40 میلیون خواهد بهت بدن که آقا این 6 ماه رو باش زندگی کن. 40 تومن برای 6 ماه خیلی کمه. مگه چیکار می‌کنی؟ دیگه خب پولمو در میارم دیگه. نکنه کافر رو مثلا دنگی میری. معنی میده. ببین خب وقتی که خب واسه شغلم خیلی زحمت کشیدم واقعا، همونقدر که زحمت میکشیدم برای تئاترم برای شغلم واقعا ذره زحمت کشیدم، هزینه کردم، خیلی شبا ناامید خوابیدم، ولی خب الان دارم خروجی خوبی میگیرم، مخصوصا الان که هرگز همچین ریسکی نمیکنم که الان قشنگ اون خروجیه رو دارم میگیرم از کارم. خدا رو شکر. آره الان نمیتونم چی کاری بکنم. با توجه به اینکه حالا هر چقدر موجه کار موفقی شما رو بدونیم، شما تئاتر رو گذاشتی کنار. بله. شکست خورده با شما رو بدونیم متاسفانه. چه پیشنهادی داری برای کسی که میخواد این مسیر رو شروع بکنه؟ البته پیشنهادت باید شامل این موضوع باشه که نیاین تو این کار، نه مثلا میخواد بیاد تو این کار اصلا دوست داره میخواد بیاد توی این کار چی کار بکنه که به سرنوشتتون مبتلا نشه؟ ببینید این چیزی که خودم در موردش فکر می‌کردم، این که فکر می‌کردم اگر از شهرستان بخوام برم تهران یا واو میشه. نه اصلا از این خبرام نیست. برای من که اینجوری بود. فکر می‌کردم اگر اینجا مثلا اتفاقی نیفتاده برم اونجا، این حالا تصورات ذهن خودم بود. ولی واقعا موضوع مالی خیلی چیز مهمیه. اینکه واقعا وقتی توی شهر بزرگتری قرار باشه کار بکنی باید اگر حداقل خانواده ساپورتگری نداری باید خیلی تلاش بکنی، یعنی خیلی بیشتر از باید، وگرنه در اون صورت فکر نکنم واقعا دیگه میشه اسمش گذاشت شانس. یه جایی مثلا بری سر صحنه یه کارگردانی تو رو ببینه، یه تهیه کننده که اونم واقعا کم پیش میاد واقعا. ولی اگر کسی که این شغل رو دوست داره و میخواد ادامه بده، یکی اینکه با شکست ناپذیر باشه، چون هزاران بار امکان داره تو بیفتی بلند شی و فقط این در موقعی امکان پذیره که عشق بی‌پایانی به این کار داشته باشی که هر چقدر تو زمین بخوری بازم بتونی ادامه بدی. میگم که ولی تا زمانی که قضیه مالی تو اوکی نیست خیلی شرایط رو سخت میکنه. اونم الان که وقتی که وارد شهر بزرگتر میشی همه میخوان ازت سوء استفاده بکنن یا حالا به هر طریقی دیگه. به هر حال فکر کنم ای بابا چه دل پری داشتی. آره دلت برای صحنه تنگ نشده؟ خیلی ما همین حدود 2 هفته پیش تهران بودیم، رفتیم یه تئاتر طنزی رو دیدیم. واقعا یه لحظه تمام اون صحنه‌ای که سر تئاتر مثلا همین فارابی که میرفتیم اجرا میکردیم، شوخی خنده، اصلا همه چیز شبیه یه فیلم داشت از جلوی چشام رد میشد. واقعا یه غم عمیقی قلبمو گرفته بود. گریه هم کردی؟ نه گریه نکردم راستش، ولی خب سعی کردم که بگذره. ولی واقعا اصلا یه لحظه الان ولی اسم میکنم در گریه نه میخوای یکم؟ نه خوبه. صحنه لعنتی آدم واقعا اصلا آدمو میگیره. این شبیه همین فارابی خودمون بود، این
قسمت اون زمینش و اینا اصلا کلا اون صحنه‌ها همه جلوی چشم بود واقعا. اون روزا دیگه اسم می‌کنم دیگه بر نمیگرده. خیلی جالب بود واقعا اون حال خوبی که داشتیم. شاید میشه گفت سنمون کمتر بود، هنوز مشکلات زندگی دیوونه بودیم خیلی واقعا دیگه. تنها دغدغه‌مون همون بود توی اون لحظه. الان اگه اینجا نشستم شاید باور بکن دغدغه‌های دیگه‌ای هم دارم، ولی اون لحظه میدونم اونقدر دلم خوش بود که همون لحظه فقط داشتم به اون فکر می‌کردم. چشماش یه بغضی گرفته. من یکم دیگه اینو ادامه بدم. واقعا چه دورانی. حداقل اینو میدونم که واقعا دلم خیلی خوش بود. توی اون سن دغدغه دیگه ای واقعا جز اون نداشتم. به این فقط فکر می‌کردم که بیام تئاترمو به نحو احسنم، بیام تمرینمو فوق‌العاده انجام بدم و برم. و بعد از اون اصلا شارژ بودم. وای من رفتم تمرینمو انجام دادم. ولی دیگه اون روزا نمیاد دیگه. فکر نکنم. برای من فکر نکنم دیگه تکرار بشه. چون الان دیگه اینقدر توی زندگیم شکاف ایجاد شده که مشکلات مالی، حالا مشکلات خانوادگی و خیلی چیزای دیگه بیشتر درک و فهم دارم. الان زندگی خیلی برام سخت‌تر شده. حس می‌کنم دیگه اون چیزی که واقعا اون انرژی که دیگه اون موقع داشتم و سنم خب پایین‌تر بود. خلاصه اینکه ولی اینو می‌دونم که فکر نکنم دیگه اونجا واقعا برگرد. چقدر غم شمردیم، چقدر دل سپردیم، پریدیم و هر بار به دیوار خوردیم. خوشی دورمون زد، بلا دورمون گشت، غمامو بغل کن شاید خنده برگشت. نظر در مورد واوژه؟ خیلی خوش گذشت واقعا. قبل از اینکه بیام یه استرس ریزی حالا داشتم، چون بعد از یه تایم طولانی اومدم شما رو دیدم، بچه‌ها رو دیدم و یاد اون دوران دوباره افتادم که آره چقدر خوب بود همه چی و اینا. و الان تمام اون لحظات دوباره برام تداعی شد. خیلی واقعا بهم خوش گذشت. چقدر دیگه ادامه بدیم گریه میکنی؟ نمیخوام گریه کنم. اسخایی میکنم از دوستان پشت صحنه. چی؟ اگه حرفی سخنی پایانی داری؟ نه همه صحبت‌ها فکر کنم زده شد واقعا. خیلی لذت بردم از همچنین کنارت و خیلی ممنونم که اومدی. دست در نکنه. از دعوت شما. امیدوارم یک روزی روی صحنه ببینمت. انشالله. یا حداقل توی مدیوم همون فیلمو. من آرزوی بهترینا رو دارم. همچنین. زندگی به هر حال بالا و پایین‌های خودش رو داره، سختی‌های خودش رو داره و امیدوارم یه روزی همتون کسایی که به صورت حرفه‌ای کار و هنر میکنن به جایی برسید که بتونید داستان‌های سخت زندگیتون رو تعریف بکنید و فید نشه این ماجرا. اپیزود امروز واوژه هم به پایان رسید. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. سابسکرایب و حالا اگه صلاح دونستید لایک و این داستانو حمایت کنن، یادتون نره. کوچیک شما